من از ایران می آیم. The President, Islamic Republic of Iran, Hojat al-Islam, Sayyid Ali Khamenei. من رئیس جمهور کشوری هستم که در یکی از بلندترین و حساس‌ترین دوران‌های تاریخ مهد تمدن و کانون فرهنگ بشریت بوده است و اکنون نیز قلمرو نظامی است که بر همان پیشینه استوار بنا شده. من رئیس جمهور کشوری هستم که زادگاه پرآوازه ترین و در عین حال ناشناخته ترین انقلاب‌های دوران معاصر است. انقلابی بر پایه دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهی. راهی به درازای همه تاریخ بشر. من رئیس جمهور کشوری هستم که به پشتوانه فرهنگی بی‌نظیر آن که اکنون به برکت بیداری اسلامی غنای بیشتر یافته تکیه کرده است. نهضت بیداری مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی برخلاف آنچه تصور و تبلیغ می شود فرزند انقلاب اسلامی ایران نیست، برادر آن است. انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و به آنان باج نداد، مشروط بر اینکه نقطه اتفاقی قوی‌تر از هر قدرت مادی را باور داشت. خدا را بگذار این تجربه ملت‌ها را به استقلال واقعی و خدشه‌ناپذیر و در نهایت نفی کامل سلطه‌های بزرگ جهانی راهنمون شود. من هیچ نمیخوام ادعا کنم که منشأ این انقلاب اسلامی است. نه، اصلا چنین ادعایی هم نمی‌کنیم، لازم هم نیست که چنین ادعایی بکنیم. اما مسئله این است که امروز همون حرکتی که ما 30 سال قبل 32 سال قبل شروع کردیم ما ملت ایران، عیناً همون حرکت رو با یه تفاوت‌های منطقی و بومی و جغرافیایی و تاریخی امروز در دنیای اسلام در چندین کشور داریم مشاهده میکنیم. در راه خدا شکست نیست.